بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان نهایت عزیز، به جلسه ما خوش آمدید. در جلسه قبل ما در رابطه با حوادث independent events یا حوادث غیر مرتبط صحبت کردیم، ولی جلسه فعلی ما در رابطه با فرمول بیز است. قبل از اینکه ما بریم به فرمول بیز و جهت ثبوت فرمول بیز، باید بعض قضایای اساسی است که ما را با فرمول بیز میرسانه. خب هرگاه میگه اس یک ست کلی باشه، یک دو سه ست های فرعی که از هم مجزان شامل این ست اس باشه. علاوه بر این ست ای ست فرعی از اس باشه. در این صورت در این شکلی که ما شما میبینیم، این اس یک سمپل اسپیس است و یک ای دو ای سه بالاخره این شامل این فضای نمونه ای است. خب وقتی که اینطور باشه، چطور ما میتونیم حالا به اصل فرمول بیز برسیم؟ خب وایداس وقتی که ست ای مساوی است به ست ای تقاطع با ست اس. خب معلوم داره زمانی که ست کلی با ست فرعی ها تقاطع کنه، نتیجه ست فرعی میشه. خب در اینجا پس خود ست ای را خودش نشته میکنیم، یعنی ست اس میفهمیم که مجموعه از ست های یک ای دو بالاخره این است. عوض از این قیمت اس ما قیمت را وضع میکنیم. بعد به مرحله بعدی چیکار میکنیم؟ از خواص ست ها استفاده میکنیم، این را به رقم نشته میکنیم. توجه داشته باشید که این طرف راست از یک انقسام از ست ای یا بگویم از افراز از ست ای است. خب حالا چیکار میکنیم؟ میگیم اکنون فرض میکنیم که ست ای یک فضای نمونه و ای یک ای دو بالاخره این حوادث اتفاقی از فضای نمونه باشه. این ما شما میفهمیم که این اس ست اس یک ست کلی است و فضای نمونه است یک ای دو این و ای چی هستند؟ ست های فرعی از این ست اس است. خب حالا چیکار میکنیم؟ پس حوادث در واقع یعنی از یک تا به این و ای حوادث اتفاقی از فضای نمونه است. خب حالا ما میگیم که اگر ما شما احتمال از این را بگیریم، یعنی احتمال از این حادثه، احتمال از اینجا که بریم مساوی به پی ای، ما مساوی پی ای تقاطع با ای یک جمع، چون اینجا ما شما اتحاد داشتیم، در این قسمت اتحاد داشتیم، پس پی ای جمع پی ای تقاطع به ای یک جمع پی ای تقاطع با ای دو، به این شکل نقطه پی ای تقاطع با ای ان، چون ان ما شما چه داریم؟ ان ست فرعی داریم. خب حالا میریم به قضیه دیگه، بعد ما شما باز میریم مثال بحث فرمول بیز. هرگاه میگه ست ای یک حادثه در فضای نمونه اس باشد و اینی هم چه باشد؟ ای یک ای دو به این حوادث مستقل از این فضا باشد که شامل ست است. در این صورت ما شما پی ای را از احتمال مشروط میتونیم بنوشته کنیم. پی ای مساوی است به پی ای یک ضرب پی ای به شرط که یک باشه جمع پی ای دو مساوی است ضرب پی ای به شرط که ای دو باشه جمع نقطه. ما این را از خواص احتمال مشروط رو میتونیم نوشته کنیم که در واقع یعنی هر حادثه که در اینجا نوشته شده اینی مساوی بینی حادثه است. این از احتمال مشروط میتونیم نوشته بکنیم. خب قبل از اینکه ما شما با فرمول بیز بریم یک مثال در نظر میگیریم. مثال ما چه قسم است؟ گفته که در یک کارخانه از 3 ماشین ایکس وای برای تولید کالاها استفاده میشه. ماشین ایکس 50% که 3% اسنادش ناقص است، ماشین وای 30% که 4% ناقص تولید میکنه، ماشین زد 20% که 5% ناقص است. در این شما توجه داشته باشید که اینجا 3 دانه ماشین است، یعنی ایکس ما یک است، مثلا این 2 شد، این هم چی شد؟ ای 3 شد. حال گفته احتمال این که انتخاب اتفاقی یک جنس ناقص بعد از، یعنی ما شما میگه از اینجا یک تا جنس انتخاب میکنیم،
به طور اتفاقی در صورتی که جنس چی باشد ناقص تولید شده باشد. خب اگر ما و شما حال چی میگیم اگر ناقص بودن ما دی فرض کنیم یک حادثه ناقص بودن باشه در این صورت بنابراین به اصل جمع که از این رابطه در واقع ما و شما استفاده میکنیم پی دی پی اکس احتمال ناقص بودن ما و شما از یک ماشین پیدا میکنیم طوری که این اکس تولید کنه تا زمانی که ماشین اکس اجناس تولید نکنه ناقص پیدا نمیشه. به همین شکل وای تا زمانی که وای ماشین وای یعنی تولید نکنه ناقص در اوجا وجود نمی داشته باشه. گفته اکس ما در اینجا پی اکس ما 0.5 صفر است به خاطر 50% تولید میکنه. ای پی اکس تولیدات است. پی دی ناقص بودن به شرط که اکس باشه ای چند است 3% است که بار 0.03 است. به این شکل گفتم ماشین وای 30% تولید میکنه 4% ناقص است. چند فیصد؟ 4% ناقص است. 0.04. به همین شکل ماشین وای 20% تولید میکنه یعنی چند فیصد تولید میکنه 20% یعنی زاید مادهی چند است 20% است. تا که تولید نباشه ناقص وجود نمیده. اما ناقص چقدر است 5%. 0.5. خب شما کل جیره که محاسبه کنین چند میشه؟ این میشه 0.037 یعنی 3.7% چیکار میکنه؟ احتمال ما که یک جنس بگیریم ناقص تولید شود. عالی معلوم نیست که این جنس گرفته شده از کدام ماشین است. ماشین ایکس است یا ماشین وای است و یا چی است؟ ماشین زید است. حالا ما شما به خاطر اینکه که بخوایم که ناقص بودن هر ماشین رو پیدا کنیم ما به قضیه زیر مراجعه میکنیم. خب گفته اکنون میپردازیم به مفهوم. اگر اس یک فضای نمونه محدود یک دو چه باشد حوادث اتفاقی از این فضا باشه از فضای حوادث اتفاقی از این یعنی انقراض یا افراز از سطح ای باشد در صورتی که این سطح ای هم شامل چی است؟ فضای نمونه اس است. در این صورت خب کای ما چند میشه؟ از یک شروع میشه تا به ان. با استفاده از احتمال مشروط ما تعریف میگیم احتمال ای را ما پیدا میکنیم به شرط که ای که باشه. خب ای را ما شما وقتی که از احتمال مشروط استفاده کنیم این چیز میشه یعنی پی ای که تقاطع با ای بر ای که یا در صورتی که ای که باشه چی ما شما بگیم پی ای تقاطع با ای که چی بگیم که ای که تقاطع از یکسان است. خب زمانی که طرفین وصلین کنیم به چیز ما به چیز به دست ما میه. خب توجه کنین آل ما شما چی میگیم که وقتی که حوادث ایکر را پیدا میگیم در صورتی که باشه باز ما شما هم پی ای تقاطع پی ایکر تقاطع با ای بر پی ای. خب ما اینجا ما این قیمت داشتیم این قیمت میریم در اینجا وضع میکنیم یعنی پی ای را در اینجا پیدا کردیم در اینجا پیدا کنیم هر دو قیمت ها را که وضع کنیم در این وقتی در دو قیمت ها در این فرمول وضع کنیم یک فرمول بیس به دست ما میه. حالا فرمول 35 به نام فرمول بیز یاد میکنم. خب در مثال قبل ما شما زمانی که جنس گرفتیم یک جنس ناقص بود. حالا ما شما چطور میتونیم که احتمال چه پیدا کنیم که از هر ماشین ناقص شود ناشی شود یا هر ماشین ناقص تولید کنه. مثال خب مثال 69 گفتم مثال 68 در نظر بگیرید فرض کنین که در بین تولیدات یک جنس ناقص پیدا شود احتمال این که از هر ماشین ناشی شود. این در اوج ما شما قبل احتمال چی را پیدا کردیم احتمال زیره که جنس ناقص باشد اما فعلا احتمال زیره که از هر ماشین ناشی جنس ناقص شود. خب اگر ما شما پی زید در صورتی که دی باشه این مساوی به این چیز میشه پی دی ناقص بودن اگر ما شما پیدا کنیم این مساوی به این چیز میشه. خب توجه کنید دوستان عزیز. خب حالا ما شما چیکار میکنیم ما احتمال از این پیدا میکنیم که هر ماشین چی کنه یعنی از هر زمانی که ما جنس ناقصه بگیریم از هر ماشین ناشی شود یعنی در مثال قبل ما یک جنس ناقصه میگرفتیم اما نمیفهمیم که از کدام ماشین است. حالا میگه از هر ماشین ناشی شود. خب پی زید در صورتی که دی باشه و پی
y در صورت که دی باشه پی x در صورت که دی باشه. پس پی دی ما در مثال قبل اگر شما متوجه باشین در قضیه اولی اینی در این قضیه ما این فرمول پیدا کردیم که فرمول 3 و 4 ما از این فرمول استفاده میکنیم. خب با استفاده از این فرمول ما شما پس میگیم پی دی ناقص بودن اگر پیدا پی ایکس مساوی پی ایکس ضرب در پی دی در صورتی که باشه پی وای و میشه که این فرمول وقتی که ما شما کل قیمت ها رو وضع کنیم میشه 0.037 میشه. خب توجه داشته باشین آل ما شما اینی چی جنس ناقص بودن بود اما ما نمیفهمیم که از کدام ماشین از حالا بگیم اگر از هر ماشین باشه پس پی ایکس در صورتی دی باشه پی ایکس در صورتی که دی باشه خب پی ایکس ماده چند است 50%. خب ما شما ایره چند پیدا کردیم که 3% تولید ناقص تولید میکنه بر مجموعشان که 0.037 بود. اگر ما شما چه کنیم خلاص بسیم در چرا چند میشه 5 میشه. این احتمال ازی که جنس ناقص از ماشین X باشه 40.5 است. خب 40.5% است و به این شکل در صورتی که از ماشین Y ناقص در صورتی که ماشین Y جنس ناقص تولید کنه ما اون جنس بگیریم چند میشه 3.25 میشه به این شکل از ماشین زید. خب ما مثال بعدی را در نظر میگیریم انشالله شما ما را همراهی کنید. خب من به مثال بعد گفته فرض کنید که خوابگاه دانشجویان یک دانشکده از 30% دانشجویان سال اول که 10% آنها موتور شخصی دارند گزینه دومشان چه است؟ میگه 40% از دانشجویان سال دوم که 20% آنها موتور شخصی دارند 20% دانشجویان که سال سوم است 40% آنها موتور شخصی دارند 10% دانشجویان سال چهارم که 60% آنها چه دارن موتور شخصی داره. یعنی در واقع اینمی تعداد دانشجویان که در یک دانشکده در یک خوابگاه هستند. آلسو گفته تا اینمی تشکیل شده یعنی وجود داره اینا. گفته احتمال این که یک دانشجوی این خوابگاه موتور شخصی داشته باشد دریابید. احتمال این که یک دانشجوی این خوابگاه موتور شخصی داشته باشد دریابید. یعنی در واقع میگه وقتی که ما یک دانشجو رو که انتخاب کنیم این دانشجو موتور شخصی داشته باشه. ما نمیفهمیم که دانشجو از کدام سال است. آیا سال اول است، از سال دوم است، از سال سوم یا سال چهارم است. دیگه حال ما نمیفهمیم. خب گزینه 20 از میگفته اگر یک دانشجو موتور شخصی داشته باشد احتمال این که دانشجو سال سوم باشد. احتمال این که دانشجو ساده ببینید دانشجو سالش مشخص شده اما در گزینه اول سالش مشخص نیست. در مجموع گفته یک دانشجو رو انتخاب کنید که موتور داشته باشد اما در گزینه دوم گفته یک دانشجو رو ما انتخاب میکنیم که سال سوم باشد. خب حالا اگر ما بگیم که ABC به ترتیب مجموعه دانشجوی سال اول دوم سوم چهارم باشه و سطحی مجموعه شاگردا باشه. خب پس پی ای ما مساویست به از اون قضیه که قبلا ما شما صحبت کردیم از قضیه 3.12 چیکار میکنیم استفاده میکنیم. پس پی ای مساویست به اینجا شما توجه داشته باشین یک بار دیگه باز گزینه اول سوال میخوان گفته 30% دانشجویان که 10%ش موتور شخصی داره یعنی 30% 10% از اون چی استفاده میکنیم جمع. حالا با چی گفته در اینجا؟ در دوم گفته که 40% دانشجویان 40% دانشجویان سال دوم که 20% آنها موتور شخصی داشته باشند. خب این 0.40% 20% اگر ما شما به اشاره تبدیل کنیم 0.4 میشه دیگه 0.2 میشه جمع چهارم میشه گفته 10% سوال بخش هم گفته 10% دانشجویان که 40% موتور شخصی دارند. خب یعنی 10% دانشجویان 20% دانشجویان که چی داره 40% موتور شخصی دارند یعنی 20% ضرب 40%
و گزینه آخر چی است؟ 10% دانشجویان که 60% چی دارن؟ موتر دارن. یعنی 10% ضرب در 60%. خب کل از این که ما شما محاسبه کنیم چند میشه؟ 0.25 میشه. یعنی به این مناسبت اگر ما شما یک دانشجو رو انتخاب کنیم، این دانشجو موتر داره. حالی که گفتم موتر شخصی داشته باشد و او هم دانشجوی سال سوم باشه، چطور پیدا میکنیم؟ خب این خب پی ای ما شد، یعنی قیمت مخرج ما این پی ای است. پس میگم پی سی در صورتی که ای باشه، پی سی ضرب در پی سی در صورتی که پی ای در صورتی که سی باشه، این مساوی است. یعنی سی ما توجه داشتیم بخش ما 20% دانشجویان که 40% چه داره؟ موتر شخصی داره. خب 20% ضرب در 40%، یعنی 0.2 ضرب 0.4 و پی ای را ما شما اینجا پیدا کردیم. چند پیدا کردیم؟ 0.25. خب بیره که ما شما صدا کنیم 34% احتمال داره دانشجویی که ما انتخاب کنیم یا سال چندم باشه؟ سوم باشه. به این شکل شما میتونین احتمالی که مثلا دانشجوی سال اول باشه یا دوم باشه یا چهارم باشه. تا جلسه بعد خدا حافظ ناظرتان که فرمول برنولی یا آزمایش برنولی هست.